فروش یک عدد خر وارداتی شاسی بلند حرکت صفر و کلوم دل خوری مخوصی میان. این خر زیبا توی خرها حکم لنکروز توی ماشین ها رو دارن. سیستم ترمزی این خر برخلاف سایر خرها که خوش هسته، این خر فقط با متوقف کنه. مناسب برای گالش‌های آفرود سوار، دارای گوش‌های دراز با سنسورهای فوق هوشمند جهت عبور از مناطق صعب العبور، کرکتو و بند و یال، با سواری کاملا نرم و راحت. دوستان عزیز، تعدادی محدود نره خر جهت سواری و ماچه خر جهت تولید خر زور موجود میباشد. دوستانی که هم باری هم سواری خواهید همون قاطرش زایدن. جهت استعلام قیمت بسته به نیاز کلمه سیو خر وارداتی یا ماچه خر وارداتی رو مثل دایرکت تا کنید. توپ میار بازی هم کنیم. شرمنده برار زنی بر ترکانه نه چیه توپشو دست گیرده محل چرخون تو چی ربطی دار نه آربین برو با هم پاسکاری ها کنیم. تو هم باشه شسیت های ما چند تا توپ لاکی رو تو بطرکانی خواه درکی سگ برخورده بازم برو، ولی فقط پاسکاری ها کنیم. برو دکشیم و برن شوت مزنیم. نه شوت نه توپ خراب کنه. اره کرکدلی هسته انا بره بشت دل درگاه بیای. آربین برو بشین خونه. چه صبح زیبایی راستک دیشو نشتی اما تا صبح بخوشی جنگل نیست سکوت رایت کنی. اینجا مازندرانه اما کسی هم رو شوخی نداریم.